با نام یاد خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوارم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. آتش در خانه قدیم نوشته میرزا نصرالدین که این کتاب رو ما قبلا برای بیننده کتابخوان توصیه داده بودیم و امروز یک بار دیگر میخوام از این منبر این کتاب رو برای آنهایی که هنوز این کتاب رو نخواندن توصیه بدیم و یک چیز دیگر رو باید یادداشت بشیم که این کتاب در تحریر نو، یعنی با تحریر استاد عابد شکرزاده بار دیگر به چاپ رسید و رمان آتش در خانه قدیم نخستین رمان در ادبیات تاجیک است که انقلاب بولشویکی در بخارا را با نگاه تازه و آزاد از محدوده ایدئولوژی پیشنهاد خوانندگان میکند. این کتاب درباره یک مرد حکایت میکند، درباره یک مرد قصه میکند که منصور نام دارد و منصور بسیار یک مرد جسور است، یک مرد مبارز است، یک مردی است که برای بودنش، برای هستیش در این سرزمین مبارزه میبرد و سرنوشتی بسیار جالبی دارد و این کتاب رو توصیه میدیم بیننده عزیز برای شما و آنهایی که با خواندن رمان ها شوق و رغبت دارید، مخصوصا رمان هایی که از نویسنده های تاجیک بسیار از ما سوال میکنید که پیشنهاد بکنیم که چه کتاب رو بخونید. من به شما توصیه میدم آتش در خانه قدیم نوشته میرزا سیدزاده. اگرچند کتاب رمان است ولی بنابر گفته خود استاد در این کتاب واقعه های انعکاس یافتند، منظره های انعکاس یافتند، حادثه های بر رشته تصویر کشیده شدند که اساس واقعی دارند، یعنی تخیل نیستند و کمی با ابرازی نویسندگی. این کتاب را می توانید از تمام فروشگاه های کتاب تاجیکستان دسترس کنید و من از این منبر کتابخوان برای شما آنهایی که ذوق بلند دارند و به خواندن رمان ها علاقه دارند گفتنی هستم که پوشایمان نخواهید شد. کتاب دیومی که میخوام برای شما پیشنهاد کنم، این کتابی باز همین نویسنده یعنی استاد میرزا نصرالدین که با نام میرزا سیدزاده اکنون کتابایش به نشر میرسند. این نان شریکی است، 100 سال با روسیه. واقعا قبلا هم اطراف این کتاب بحث و بررسی های صورت گرفته بود، زیرا که موضوع این کتاب یک موضوع است که اطرافش ما با گذشت سالها زیاد بحث میکنیم. این یعنی همان موضوع اساسی یا زمان شوروی، ولی در این کتاب حادثه و واقعه ها از دو طرف یعنی آورده می شود، یعنی گویا در این کتاب توازن رعایت شده است. ولی با وجود این قهرمانی اساسی اثر جاوید منصورویچ یک طرفداری همون نظام شوروی، طرفداری نظام کمونیستی که در کلخوز کار میکند، اردن دارد و در یک اوج شهرت قرار دارد که ناگهان حبس می شود و حکم ابد میگیرد، ولی بعدا حکمش با حکم 10 سال زندان تغییر میکند و اینجا مناسبت و معامله که چینونه که رهبران مسکو و اون معاونانی که در اینجا فعالیت میکردند انعکاس یافتند. گرچند رمان تاریخی است، یعنی رمان بدیعی است، ولی حادثه ها و واقعه هایی که در این رمان آورده میشوند قریب بیشترشون اساسی واقعی دارند و یادآور میشم که نان شریکی 100 سال با روسیه با تحریر مبشر اکبرزاد به نشر رسید. من فکر میکنم که از خواندن این کتاب هم شما پشیمان نخواهید شد. این دو کتاب به سرنوشت ما، با موضوعهای تاریخی ما در گذشته و بسیار دوره حساسی ملت ما ربط میگیرد. من فکر میکنم که این دو اثر در ادبیات ما یک جایگاه ویژه دارند، یک جایگاه مخصوص دارند. از این خاطر ما از برنامه کتابخوان برای شما این دو کتاب رو توصیه میدیم و در آینده از نویسنده های دیگر، از استادان دیگر که کتاب ها نوشتند، کتاب ها رو انتخاب کرده برای شما پیشنهاد میکنیم. باقی سلامت باشید، سربلند باشید و چون شعار همیشگی برنامه ما بخوانیم تا سرفراز باشیم، بیاموزیم تا وارسته باشیم، با این شعار این صحبت رو به انجام میرسانم. خدایا یاورتان تا صحبت های دیگر.